سلام به همتون. باز من به شما 67 تکنولوژی. خب بعدی درس یکم و دو ما درس سه داریم. یک از مشابهینای ما سیراج‌الدین سوال داد به ما که چخیل از یوتیوب ویدیو رو گرفتن، یعنی اسکچات کردن، یا اینکه ویدیو یوتیوب رو با mp3 برگرداندن به استفاده بودن یگان پروگرام. خب ما از همین را نشان میدیم برای آدمایی که نمیدونن. من میدونم که بسیار آدم‌ها این رو میدونن. خب من همین ویدیو رو برای همون سیراج‌الدین جواب داده نشان میدیم. خب رفتیم از صفحه من چقدر ما از ویدیو رو با اسکچات میکنیم به زبان استفاده بودن پروگرام ها. مثال خیلی در آمدین به یوتیوب، یعنی به صفحه یوتیوب میبینید اینجا چند خیلی ویدیو هست. شما با اختیار اختیار کدام ویدیو با شما در کار است. من مثال میگیرم من همین ویدیو رو. حلیم جون سلیم این ویدیوی نوی مسی و کپی برند داد. خب مثال همین ویدیوی ما هست. موسیقی ضرورت است. خب دیدن نکنن همین ویدیو را که کشیدن اومده با بالای همین یوتیوب، یعنی www.youtube است. پیش از یوتیوب دو تا حرف اس بمونن. تمام دو تا حرف اس بمونن، اس انگلیسی. بعد اینتر رو زیر میکنیم. وقتی که زیر کردن در اینجا بعد دیگه سایت شما رو میاره. بعد کانترک میستیم، یعنی کانترک انتظار میشویم، چون که در اینجا باید نشان بدهد که با کدام فرمت ما میخوایم ویدیو رو بر خود بگیریم، یعنی اسکچات کنیم. خب آن اکنون نشان داد. دیدستین در اینجا mp4 360 پیکسل، mp4 720 پیکسل با دیگه فرمت. خب کدامش به شما محفوظ به اختیار شما. از با فکر من که 360 پیکسل این نه، فقط در بالای همین mp4 360 یا که به خاطر شما اومده یک تاش رو توماچه را زیر میکنین. تمام چیزی که در اینجا میبینین روز که سر میشه، یعنی ویدیو رو با کامپیوتر خود گرفتن. تمام. خب اکنون نشان میدیم که چقدر ویدیو یوتیوب رو با mp3 برگردانیم. همین رکلام رو بزرگ کردیم. خب رفتیم. باز مثال همین ویدیو هست. یک صفحه دیگه میکشیم. نام صفحه رو خوش رو کنیم که اگر جا نویسین یا که یوتیوب تیره mp3.org youtube-mp3.org میداریم. مثال همین ویدیو رو ما میخوایم با، یعنی این ویدیو mp4 هست، ما میخوایم با mp3 برگردانیم. برای همین url میگن اینجا، یعنی همین لینک رو کپی میکنیم. کنترل سی کسی نمیدونه کپی یا که مجه دستی راست زیر کپی میکنیم. اومده انا همین جای وای کور میکنیم. انا همین کاروب کچاده همین جای در استایل میکنیم، یعنی میمونه همون چیزی که ما از اینجا کپی کردیم اومده در جا میمونیم. بعد کنورت، یعنی کنورت ویدیو رو همین تو کمانچه رو زیر میکنیم، یعنی برگرداندن. کمتر انتظار میشیم. بعد بعض وقت میگیره در اینجا، ممکن 2 دقیقه 3 دقیقه وقت گیرد. بعد اومده وقتی که تیار شد در اینجا شما تو کمانچه با رنگ کبود میبینین دانلود. بعد در همون وقتی که شما زیر کردین در تست شب شما میبینید که mp3 زکروس که از همون ویدیو با mp3 برگردانده شده است. کم انتظار میشه بعد به شما ویدیو شما با mp3 برمیگردونن. ما هم میشیم برای شما میمونیم. برآمد ویدیو با mp3 برگردانده شد. خب همین به جای ما با تماشاچیان گرامی ما سیراج‌الدین باور دارم جوابش معقولش میشه. خیلی با کانال ما ابونه شوید، یعنی سابسکرایب کنید و دیگر سوال هم باشد با